وزارت معارف و علم تاجیکستان از رهبریت و آموزگاران مکتب‌ها خواسته است که پول لباس یگانه خوانندگان را 2 ماه پیش از شروع تحصیل جمع‌آوری کنند. آموزگاران در نواحی دوردست میگویند که این شب روز خانه به خانه طلبگان برای جمع‌آوری مبلغ لباس یگانه مکتبی میگردند. ولی مسئولان وزارت معارف و علم تاجیکستان میگویند این دستور نو توصیه است و بر اساس آن کارخانه‌های لباسدوزی محلی باید از حال و از پی تهیه فرم مکتب بچگان شوند. لباس یگانه مکتبی وابسته به صفت دوخت برای هر یک خواننده از 70 تا 200 سومانی ارزش دارد. آموزگاران میگویند جمع‌آوری پول برای لباس مکتبی برایشان خیلی مشکل است و به آبروی کسبی آنها لطمه میزند. آنها میگویند به خاطر این گونه سفارش‌های مقامات که بحث برانگیز هستند، مقام و مرتبه آموزگار در چشم خواننده و هم عائله آن کودک پست می شود. یک آموزگار که نخواست نامش برده شود گفت مقامات تاجیکستان با این گونه تصمیم و به اصطلاح توصیه هایشان نمیفهمند که آبروی نماینده دولت آموزگار را میبرند و در نتیجه خوانندگان به آموزگار نه برای دانش و ملکه بلکه به یک نفر طلبنده بها میدهد. وزارت معارف و علم تاجیکستان پافشاری دارد که آموزگاران را برای جمع‌آوری مبلغ کسی مجبور نکرده است، ولی طریق آموزگاران به والدان گفتند که از کارخانه‌های محلی لباس بخرند. اکرام الدین دانخانوف یک مسئول وزارت معارف و علم تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت هیچ کس را به رخصتی رفتن آموزگاران را محدود نکرده است. تنها به گفته او در مجلس‌های خاص در مکتب‌ها از والدان خواسته شده است که از کارخانه‌های محلی لباس مکتبی بخرند. او گفت اساساً به خاطر دستگیری کردن استحصال کنندگان وطنی، رشد دادن به مال‌های واردات عوض کننده و رشد اقتصادیات کشور را اندازی شده است. این توصیوی است، توصیوی و فقط باید لباسی از لحاظ استانداردی جوابگو باشد، لباس شینم باشد، دلپسند باشد. تنها به خاطر همین. احسان خوشوقت سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان روز 24 ایون در یک نامه رسمی بر رادیو آزادی گفت که وزارت در خصوص جمع‌آوری مبلغ برای خریدن لباس مکتبی از طرف آموزگاران یا اینکه مدیران مکتب دستور نداده است. این عمل باید از طرف والدان خوانندگان و صاحبکاران وطنی در کارخانه‌های استحصالی یا یارمارک فروشگاه‌های اشیاء خوانش و مکتبی در شهر و ناحیه بوده صورت گیرد، گفت او. سالهای گذشته تنها در ماه اوگوست خریداری لباس مکتبی شروع می شد، ولی امسال 3 ماه قبل از پدر و مادر خواسته شد تا برای تهیه لباس قبلا مبلغ سپارند. حالا آموزگاران پولی را جمع می کنند که برای درخواست دادن در تهیه لباس به کارخانه‌های محلی روان می شود. در بیش از 3800 مکتب تاجیکستان زیاده از 1 میلیون خواننده به تعلیم فرا گرفته شدند و در تمام شهر و نواحی تاجیکستان کارخانه‌های تهیه لباس‌های مکتبی فعال هستند.